الو احکام.com بفرمایید. الو حاج آقا ببخشید، با توجه به دستاوردهای دوران پسابرجام و چشمانداز پیشرفت‌های فضایی نظام، سوالم اینه که اگه فردا ما اعزام شدیم به خارج جو برای تعاملات بین سیاره‌ای، یه ارشادی بفرمایید که توشه سفر فضایی ما باشه. احکام فضا خلاصه چی هستن؟ آقا جان، شما وقتی میری توی فضا با فتنه‌های زیادی روبرو میشی. اولیش خود همین کهکشان راه شیریه که بیراهیه که آدمو به ناکجا آباد میبره. اسمش باید بشه کهکشان راه ولایت یا هم خط شیری امام. بعد خود این منظومه شمسی که اصلا چه معنی داره؟ منظومه‌ای که این همه علما توشن اسمشو برداری بذاری شمسی. حزب فقط حزب الله، منظومه فقط روح الله، تمام. کار دیگه ای که توی فضا باید صورت بگیره نهی از منکره. شما کاری که باید بکنی یک دیوار تفکیک جنسیتی فضایی میکشی توی منظومه روح الله. این برادران بهرام و کیوان رو میفرستید جلوی صف، بعد و زهره و ناهید و باقی اهل منزل رو مینشونید او پشت، دورتر از خورشید که تاریکتر هم باشه. نپتون و پلوتون و او خارجیان برن منظومه خودشون. یه زحل نامی هم اونجاست که ما نفهمیدیم این بالاخره جزو آقایونه یا جزو خانوما، اما عمامش بعد جایی بسته که شما همچین یکم بدیتش بالاتر که این هیبت روحانیتش برجسته تر بشه تا آبروی علما هم نره. اما فضانورد میخوای مقام عظمای ولایت که خودش هر شب با شاتل وافور از جو خارج میشه، خرجی هم نداره. بگیر 4 3 2 1 آتیش، دودو بگی در نره.